سلام، کارزاد استودیو، خیلی خوش اومدید. این اولین ویدیو از دوره فرانت اند، یعنی آموزش HTML و CSS. تو این دوره قراره که HTML و CSS رو به طور کامل یاد بگیریم و در ادامه جاوا اسکریپت و حتی دوره بک اند آموزش پایتون رو داشته باشیم با هم. تو اولین قسمت قراره که تگای HTML رو به طور کامل یاد بگیریم، تگایی که کاربردی هن و مورد نیازمون میشن. بریم برای ویدیو. خب، کد ادیتوری که برای این دوره ازش استفاده میکنیم VS کده که برای سیستم عامل‌های مختلف ارائه شده، میتونید دانلودش بکنید. فقط قبل از اینکه بخوایم باش HTML بنویسیم، یه سری اکستنشن هایی که باید روش نصب کنیم تا بتونیم راحت تر باش کار کنیم. توی محیط VS کد از بخش اکستنشن ها HTML CSS ساپورت رو میتونید دانلودش بکنید برای اینکه روند راحت تری داشته باشیم. لایو سرور که سرور مجازی داخل کامپیوترتون درست میکنه برای اینکه تغییراتی رو که توی کداتون میدید هر بار نیاز نباشه فایلتون رو رفرش کنید تا تغییرات رو بتونید ببینید و در آن واحد رسانی میشه و تغییرات رو در لحظه میتونید ببینید. برای شروع وقتی که میخوایم یه فایل به زبان HTML داشته باشیم، روی این فایل کلیک میکنیم و یه اسم بهش میدیم، برای مثال ایندکس. برای اینکه VS Code بفهمه که ما میخوایم به زبان HTML کار کنیم، پسوند .html رو بهش میدیم. وقتی که اینتر کنیم یه فایل برامون باز میکنه و میفهمه که میخوایم ما با HTML کار کنیم. عبارت HTML که تایپ کنیم بهمون سه تا حق انتخاب میده که میخوایم HTML، HTML5 یا XML کار کنیم که توی دوره ما قراره با HTML5 کار کنیم. و یه دلیلی که مثلا ما ایندکس نامگذاری میکنیم فایلمون رو اینه که برمیگرده به رفتار پیش‌فرض سرورها طوری تنظیم شدن که وقتی ران بشن و ما سایتمون رو بخوایم بیاریم بالا، به طور پیش‌فرض دنبال یکی از فایلایی به اسم index.html، index.html، htm یا index.php میگردن و به این دلیل ما نامگذاریش میکنیم ایندکس. یعنی هوم پیج سایت شما باید فایلش index.html باشه. وقتی که HTML5 رو انتخاب کنیم، اینجا تگای HTML رو واسمون قرار میده و ما اگه بخوایم به زبان HTML کار کنیم باید بین این دوتا تگ حتما باشه. برای مثال برای CSS باید تگ استایل رو داشته باشیم و کدای CSS رو بین این دوتا تگ بنویسیم. الان قراره که HTML کار کنیم و ما با تگ HTML کار داریم. اینجا ما زبان سایت نوشته به طور پیش‌فرض انگلیسی، میتونید فارسیش بکنید. حالا ما میذاریم انگلیسی باشه. UTF-8 نوع کدگذاری که شما دارید استفاده میکنید برای صفحه وبسایتتون و اینجور دارید به مرور میگید که من صفحه‌مو با کدگذاری UTF-8 نوشتم و وقتی که میخوای بخونیش با همین کدگذاری بخون. خب توصیه میشه اینو تغییرش ندید، برای اینکه اگر قرار باشه سایتتون فارسی باشه، اگر UTF-8 نباشه ممکنه که درست نمایش نده. حتی زبانهای دیگه هم همینطوره. تایتلی که اینجا هست، اینجا به طور پیش‌فرض داکیومنت میتونید تغییرش بدید. برای مثال و وقتی که فایلی که درست کردیم ما اجرا کنیم میبینیم که تایتل اون چیزی شده که نوشتیم. خب نکته دیگه ای فکر میکنم که نیست، بریم سراغ تگ ها. خب بریم برای تگ ها. تگ اولی که داریم تگ H هدینگ و سرتیتر سایت که از شماره 1 تا شماره 6 رو داره.
از شماره 1 بزرگترین که هر عبارتی بخوایم میتونیم داخلش بنویسیم. تا شماره بعدیش برای مثال ما شماره 3 هم میذاریم و همینطور شماره 6 اگر میخوایم و اگر فایلمون رو باز کنیم میبینیم که هدینگ هایی که داریم با اندازهای مختلف اینجا هست و میتونید بسته به نیازتون از اج با فونت های مختلف، سایز های مختلف استفاده کنید. نکته ای که میتونیم داشته باشیم برای تگ اج اینه که برای سئو سایت توصیه میشه تگ اج 1 رو یه بار استفاده کنید داخل سایتتون و اون هدینگ و تیتر اصلی سایتتون رو با اج 1 بذارید و برای بقیه تیتر را از تگای دیگه استفاده کنید اج 2 تا اج 6. این نکته ای که میتونیم داشته باشیم. تگ بعدی که داریم خیلی شبیه همین تگ اچ، تگ پی یا پاراگراف. مثل تگ اچ میتونیم هر عبارتی که داریم و داخلش بنویسیم. بعد و به صورت پاراگراف داخل سایتمون نمایش داده میشه. اگه متن طولانی داشته باشیم مثال نوشته‌ای که داریم، اگه ما داخل این متن هر چقدر اینتر بزنیم به این صورت هیچ تغییری توی اون عبارتی که نمایش داده میشه داخل سایتمون وجود نداره و هر وقت که این نوشتمون به انتهای صفحه‌مون برسه میره خط بعدی. اگر که ما بخوایم توی این پاراگرافی که داریم برای مثال اینجا یه دونه بریک داشته باشیم و پاراگراف بر خط بعدی، تگ وی آر رو داریم. برای مثال میتونیم اینجا هم یه دونه ازش داشته باشیم تا باعث میشه که به معنای بریک و خط بشکنه و ادامه نوشتمون به خط بعدی منتقل بشه. خب نکته دیگه برای پاراگراف فکر میکنم نداریم. تگ بعدی که داریم تگ A. تگ A برای لینک ها که میتونیم توی لینک مورد نظرمون رو توی قسمت href که اینجا هست بنویسیم. برای مثال ما دیجیکالا رو اگه لینکش رو برداریم و داخل تگ لینکمون بذاریم و برای مثال چیزی که میخوایم نمایش داده بشه رو اینجا بنویسیم بذاریم توی صفحه ما الان یه نوشته به شکل لینک وجود داره که اگر روش کلیک کنیم به سایت دیجیکالا منتقل میشیم. اینترنت ضعیفه چرا بالا نمیاد؟ خب خیلی مهم نیست. یه سری چیز دیگه ای که میتونیم داشته باشیم برای تگ لینک تارگت. تارگت اگر به تگ لینکمون بدیم یعنی که میخوایم کجا این لینکمون باز شه. اگر که مثلا تارگت بلانک بدیم که کاربردی ترینشه به نظر من، لینکی که داریم اگر کلیک کنیم روی تب جدید باز میشه دیجیکالا. باز شد. و اگر چیزی ندیم مثل دفعه قبل تارگت رو نداشته باشیم به همون تبی که داریم باز میشه. خب تگ بعدی میتونه ایمیج باشه.
تگ ایمیج برای نمایش دادن تصاویر توی سایتمون، یا میتونیم آدرس عکس رو داخل کامپیوترمون بهش بدیم. اگر که یه اسلش بزنیم، برای مثال من توی این فولدر یه دونه عکس گذاشتم و الان میبینیم که عکسمون داخل سایتمون قابل مشاهده است. حتی میتونیم توی این سارسیمون جای اینکه آدرس رو داخل کامپیوتر بدیم، آدرسمون رو داخل یه سایت دیگه بدیم. برای مثال دیجیکالا رو باز میکنیم، دوباره یه دونه موبایل و کپی ایمیج ادرس خیلی اسارسیمون میذاریمش. حالا اگر دوباره بریم توی سایت خودم میبینیم که این تصویر هست، پس هر دو حالت رو شما میتونید قرار بدید. خب تگ بعدی که داریم برای نمایش لیست ها UL و OL. UL لیست نامرتب که برای نمایشش هیچ ترتیبی وجود نداره و با یک نقطه لیستمون رو نمایش میده که برای گذاشتن آیتم ها داخل این لیست از LI استفاده میکنم. برای مثال من میخوام یه آیتم دیگه LI میزنیم، آیفون، و یه دونه آیتم دیگه هم میخوام، ایرپاد. لیستمون با یک نقطه نمایش داده میشه و هیچ ترتیبی این لیستمون نداره و به اصطلاح بهش میگن لیست نامرتب. اگر بخوایم مرتب باشه همین تگو با همین شکل با li برای آیتم ها، منتها این بار با تگ OL می نویسیم و این بار به اصطلاح لیست مرتب داریم و شماره 1 تا هر چند تا لیستی که داشته باشید بهتون نمایش میده. تگ بعدی که میتونیم داشته باشیم دیو یه بلاک عمومی و گروه بندی برای محتوایی که داریم که حالا مفصل توی CSS راجعش صحبت میکنیم که چه کاربردی داره. اما یه نکته درباره دیو بگم. دیو اگر ما داخل کدمون قرار بدیم، توی نمایش چیزی نمیبینیم، میبینیم که چیزی الان نیست. حتی اگه من یه ایمیج مثلا بدم، میبینیم که توی نمایش بازم تغییر محسوسی نمیبینیم. فقط در حالتی ما دیو میتونیم ببینیم. مثلا من داخل دیوم یه دونه نوشته داشته باشم، یه دونه یک، و اگر من به این دیو یه دونه استایل بدم، راجع به استایل توی CSS خیلی مفصل بحث میکنیم. مثلا یه بکگراند کالر من بهش بدم، رنگ، میبینیم که الان ما دیومون رو میتونم ببینم که این گروه، این نوشته داخل این گروه یا این دیو قرار داره. یه دیو دیگه بسازم، داخل این دیو یه ایمیج داشته باشم، یه دونه پاراگراف داشته باشم با یک نوشته طولانی و حتی به این دیوم یه دونه استایل و بک‌گراند کالر با یه رنگ دیگه بدم. خب بین این دوتا دیو یه دونه بریک میزنم، یه فاصله داشته باشه. الان میتونیم
حالا به طوری این دیو رو ببینیم که این دوتا گروه از هم جدااند و حالا برای گروه بندی محتوامون که نمایش بهتری داشته باشن توی CSS که در آینده یاد میگیریم و به دیومون کلاس بدیم، استایل بدیم، کاربردی. تگ بعدی که میتونیم داشته باشیم از فرم ها با تگ اینپوت. تگ اینپوت تایپ های مختلف داره، برای مثال تایپ تکس، ولی این تایپی که میخوایم بگیم میتونیم یه نوشته قبلش داشته باشیم اینتر فرم بعدی که میتونیم بگیم اینپوت تایپ پسورد. تایپ بعدی تایپ چک باکس. چک باکس و تایپ رادیو میتونیم داشته باشیم. خب بر مثال اینجا و چنین یه دونه بیار میذاریم که اینها زیر هم بیان که یه نمایش بهتری داشته باشیم از تگمون. خب میبینیم که اینجا تایپ تکس رو داریم اینپوت که میتونیم هر چیز خواستیم داخلش بنویسیم. تایپ اینپوت بعدی اون تایپ پسورده و تفاوتش اینه که چیزی که داخلش می‌نویسیم رو نشون نمیده. چک باکس و تایپ رادیو هم دوتا اینپوت های دیگه همونه که میتونیم توی مواقعی که بهش نیاز داریم ازش استفاده کنیم. تگ بعدی که میتونیم داشته باشیم توی قسمت اولمون تکست اریاه که یک تگ میتونیم داخلش یه نوشته به صورت پیش‌فرض داشته باشیم، بایوگرافی. میتونیم نیم آیدی بهش بدیم که اینها رو در ادامه راجبش میگیم که چه کاربردهایی داره. نمایشش به این صورت میتونیم اندازهای مختلفش بدیم و کاربر هر چیزی که میخواد داخلش. خب تگ بعدی که میتونیم داشته باشیم باتنه که حالا بهترش رو توی ادامه دوره این که میتونیم چه استفاده ازش داشته باشیم رو میگیم، اما فعلا با تگش آشنا شیم. بله نمایشش به این صورت خیلی ظاهر قشنگی نداره، ولی توی ادامه بخش CSS حتی میتونیم براتون بگیم که چجوری یه باتن داشته باشیم اما از تگ باتن استفاده نکنیم. این توی جاوا اسکریپت خیلی به دردمون میخوره، در ادامه بهش میپردازیم. خب آخرین تگی که میتونیم توی قسمت اول داشته باشیم تیبل ها، جدول هایی که داریم که از برای ستونامون دو حالت TH و TD داریم. TH میشه سرستون و TD میشه ستون. TR هم میشه ردیف. برای مثال من میخوام یه دونه جدول کوچیک داشته باشم، یه ردیف میذارم. توی ردیف اول دو تا TH دارم، سرستون دارم. اولی مثلا کمپانیمون و دومی پروداکتش مثلا. توی ردیف بعدیم مثلا میخوام این کمپانی ها رو نام ببرم،
از TD استفاده میکنم، مثلا کمپانی اپل و محصول این کمپانی آیفون. یه دونه دیگه اضافه بکنیم توی یک ردیف جدید، مثلا با محصولش که الکسیه. الان اگه بریم و جدولمون رو ببینیم خیلی ظاهر منظم و خانایی نداره. برای اینکه خاناتر بشه و استایل بدیم به جدولمون، که حالا من توی یه تگ استایل یه دونه برای لیبل THO چی شد؟ اشتباه گذاشتم. THO TD همون بوردر یه پیکسل ساده سالید مثلا میذاریم. اینجوری خیلی واضح تر میتونیم به مفهوم تیبل و جدولمون پی ببریم. خب فکر میکنم که برای قسمت اول HTML کافی باشه. توی این قسمت تگای کاربردی که شما ممکنه بیشتر توی HTML استفاده کنید و گفتیم. بقیه تگ ها و کامل ترش رو توی قسمت های دیگه توی پروژه هایی که می نویسیم با هم یاد میگیریم و انجامش میدیم. امیدوارم که لذت برده باشید از این ویدیو. حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، نظرتون رو بگید و ممنون که این ویدیو رو دیدید. خدا نگهدار.